ای خدا نگرفته. اشکال نداره، توضیح میدم. نکنین من الان اومدم اینجا به ترمان که رفته اینجا پارت اول. ببخشید حوصله ندارم چون که دو توضیح دادم فهمیدم غلط بوده. الان حوصله ندارم راستیتش دوباره از اول بیام. اینجا به ترمان که رفته اینا یه سری ماتای دیگه که زدم، یه سری شیده زدم که وسایل رو قشنگ کردم اینا. اینجا هم یه سری استراکچره که طبقه بالاش این برل دایمن داره، اینا رو داره. اینا رو رفتم کندم، اینا رو از جان چستا پیدا کردم و اینا رفتم مان کردم که آراسپان شده بودیم و اینا. یه عالم چیزای خوشگل مشکل بود. اشکال نداره، از اینجا شروع میکنیم. دوستان به خدا نگرفت، من چیت نزدم. اگه چیت میخواستم بزنم نمیومدم از چوب 13 دارم حداقل میومدم چند استک به خودم غذا میدادم، اینا رو میدادم، بعد میومدم این شکل میکردم، نه که با 6 تا سیب زمینی 41 که از این تمشگاه شروع کنم. خب حالا دیگه بریم سراغ ادامه ویدیو. اینا رو میشه گوایدنم اینا باید به ترمان که رفت نیستن. نه اینا برای مادی هن که زدن همین مادی که دیده زدن آرومان یوپی. شیله زدی یوپی. بد فکر کنم روش پیپی کرده بودن، این شکلی شده بوده، کثیف چون قهوه‌ای بود. داشتم میگفتم که برای تارگت این ویدیو 5 تا لایک و 5 تا کامنت 1 دقیقه من یه کاری برام پیش اومد دیگه انجام بدم بیام. دوستان واقعا ببخشید کار ضروری بود. بعد اومدم اینا رو دیدم. بلوبری یه خوشمزه. به بلوبری آن ماماسیتا کنسل نمیم چه ربطی داشت ولی خب بلوبری ها رو بکنیم به من غذا. این استویستایی این استراکچره، اینم یه استراکچره دیگه. از این استراکچرها تو مپ پره، راه میرم از این استراکچرها میرم. این یکی دیگه این همونی بود که از توش این سیب زمینی ها رو گرفتم. خب میریم پایین. اینجا طبقه اولش هم یه عالمه آهن داشته. اینجا پر پر بود، اشتباهی دراب شد. اینجا پر آیرن ناگت بود، اینجا گام شده. بله اینجا پر آهن بود، جایی که بنده تونستم باهاش اینا رو درست کنم. آره ادیتور ندارم، حمایت کنیم میتونم ادیتور بگیرم، خودم ادیت میکنم. ادیتم خیلی مزخرفه. سمور چیزه چی بود اسمش؟ اینه که فندق میخورم یادم رفت. دو پارت بعدی میگه. خب بهتر مانکرافت نمیدونم چرا اینقدر استراکچر کم داره. یه خورده من صدای بازیرم کمتر کنم. من یه دقیقه کاری دارم. فکر کنم الان خیلی صدای بازی تا الان زیاد بوده و صدای من خیلی بد میومده واقعا. چون خودم صدای بازی رو اینو شما نمیشنوم بلکه رو گوشیه دیگه. خلاص خودتون میفهمید رو گوشی چه شکله. اگه یوتیوبری بین ما هست، بین سابسکرایبر اینا، من خبر بده. لایک و ساب فراموش نشه، حتما لایک و ساب کنین. یه روز الان این شبچه من ویدیو رو تمام میکنم چون واقعا حجم ویدیو خیلی زیاد میشه، نمیتونم خوب بذارم ویدیو رو خاطر سرعت افتضاح اینترنتی که الان ما داریم و این قطعی برق و اینا کلا اما عصبی میکنه. چند دقیقه شده؟ 4 دقیقه شده. اوه استراکچر 4 تا استراکچر پشت هم. این من غذا بگیرم اول.
اینا خیلی خوبن. منبع هویج. بله به. اینا رو میندازیم بره. برو بیرون. برو بیرون. ای بابا اومد. برو بیرون. خب اینا رو نداد. میکنیم. برو بیرون. یه اسنایک. برو بیرون. خب ما تا اونجا شنا میکنیم. اون استراکچره خیلی لوت داشت. من همینجوری که داشتم میگشتم بازی رو این سیو نه، من تو این سیو کریتیو نکردم. همینجوری که داشتم میگشتم یهو اون رو دیدم توی سیو دیگه. اینجا خونه پیلیجراست. توش یه عالمه. حالا لوتاشو نمیگم، خودمون بریم ببینیم. بهترین راه نفوذ از این شوخی کردم از پشت. من شمشیر دلها نداریم. بابا من چرا همیشه یادم میره که رفتیم تیبل ها بردارم. خوبه سریع که شمشیر درست میکنیم. یه عدد شمشیر از اینا. نیزه. یه نیزه سنگی. شیلم که داریم نم داریم. خب نکنین تا جایی که بنده میدونم اینها این پیلیجرها رو میزنن. خب ما باید سعی کنیم اینا رو با خودمون بیاریم سمت این ویلیجرها که اینا بهشون حمله کنن، چون نباید اینم منم خودم هم کمک ای وای اشتباهی ویلیجرها زن نکنم. خب یا ابوالفضل. وای 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 گمشین عقب. او نو وای من دارم فشار میخورم. فشار بر من چیره شده. ای خدا چه بلایی بود به سرمان آمد. بریم بگردم ببینم جنازه مون نمیتونم پیدا. آها چرا میتونم بنداز بابای. اینجا داده منفی 347 559. من از این صفحه یک اسکرین شات میگیرم. حالا توی پارت بعدی میریم این مختصات رو پیدا میکنیم. تارگت رو یادتون نره. 5 تا لایک 5 تا کامنت. یه دونه اسکلتون هم اون پشت هست و یادتون نره دیگه تارگت رو بزنین. تا پارت بعدی خدا نگهدار.